به خاطر باز هم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردیده بود. از این روز سنه امروز در کاف اداره تحصیلات ابتدایی فاکولته آموزگاری و فرهنگ دانشگاهی دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف کنفرانس علمی نظریوی دانشگاهی در موضوع ترس‌های فعالگردانی خوانندگان در جریان تعلیم فن متمتیک صنف‌های ابتدایی گذرانیده شد. در کنفرانس شیرعلی وسطبرگ نامزد علم‌های پداگوژی داتسنت مدیر کاف اداره تحصیلات ابتدایی، عزت‌الله کوگان داتسنت، اکبر آقا محرمبی نامزد علم‌های پداگوژی، دولت و ترخون سرآموزگار کاف اداره تحصیلات ابتدایی و دیگر آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. نخست سخن افتتاحی را مدیر کاف اداره تحصیلات ابتدایی شیرعلی وسطبرگ آغاز نموده قید کردند که ما باید بهر اجرای دستور سپارش‌ها و وظیفه‌های در جریان پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری بیان گردیده بود، خصوصا برای بلند برداشتن صفت و تعلیم و تربیت و تیار نمودن متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر، سطحی از خودکنی فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، بلند برداشتن معرفت‌ناکی جوانان سعی و تلاش نموده با این راه برای پایداری صلح و وحدت ملی در تاجیکستان صاحب استقلال حصه مؤثر گذاشته باشیم. چنانه که به همگان معلوم است، سال 2019 در پیام ارائه نمودهشان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 2020-2040 را سالهای رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نمود. حکومت مملکت نیز توانست بابت در عمل تطبیق گردیدن پیشنهاد مذکور یک قطار برنامه‌ها را مرتب نماید. امروز در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، سمینار مشورت‌ها، کنفرانس‌ها علمی نظریوی عملی در موضوع بالا ذکر رفته ایستاده است که به نهایت سری وقتی می باشد. فاکولته آموزگاری و فرهنگ و کاف اداره تحصیلات ابتدایی نیز تصمیم گرفته است که امروز کنفرانس علمی نظریوی دانشگاهی را تحت عنوان طرزهای فعالگردانی خوانندگان در جریان تعلیم متمتیک براه ماند و فکر میکنم جهت در عمل تطبیق نمودن پیشنهاد مذکور و برنامه‌های طرح‌ریزی شده حکومت مملکت این سری وقتی می باشد. سپس داتسنت عزت‌الله کوگان در موضوع نقش ضرب شفاهی عددهای دو رقمه به دو رقمه جهت فعالگردانی خوانندگان خردسال به آموزش فن‌های ریاضی، اکبر آقا محرمبی نامزد علم‌های پداگوژی در موضوع تطبیق و آموزش تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی عامل اساسی رشد ذهنی خوانندگان، دولت و ترخون سرآموزگاری کاف اداره در موضوع شکل‌های عنعنوی و معاصر به حسابگیری دانش خوانندگان، گلمت و مدلی سرآموزگاری کاف اداره در موضوع بعضی مسائل شوق‌آور متمتیکی بازی با گوگرچوب‌ها و عبدالله دلاور اسیستنتی کاف اداره در موضوع طرزهای محاکمه‌رانی‌های منطقی برآمد نمودند. در آخر کنفرانس با سوال و جواب و مذاکره‌های آموزگاران و دانشجویان به انجام رسید.